درود برعکس، حالتون چطوره؟ دیکسر هستم اومدم با یه ویدیو جدید. تو این ویدیو قراره که 3 تا از بهترین ریسورس پک های بدوارز رو بهتون معرفی کنم که باشون بازی کنین و عشق کنین دیگه. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه. لیتس گو. ریسورس پک اولمون اینه که نمیدونم حالا نسخه اصلیشه یا نه، چون تو سایت عکس گذاشته بود بلاکاش این شکلی نبود. 1000 تا کلید دادم بالاخره یکیش دانلود شد. الان بلاکاش این شکلی نمیدونم نسخه اصلیش یا نه. شما اگه میدونید بگید. من خیلی دوست داشتم که تمیز دایموند داشتم که بنفشه. اونایی که میخوان ست کنم با اسکینشون، اگه اسکینشون بنفشه به دردشون میخوره. شمشیرش هم خیلی خفنه، کوچیکه، خیلی اندازه دو من فرار کرد. چطوری؟ خود لاشی شارپنس از کجا بردی؟ سفید اون سبزی که اینجا مشکلمونه. یه دونه هم از شارپنس هم داره، همونجا وایستاده منتظره تا بیا. لیلاشی نگاه اونجا شیفت گرفته اون بغل فکر کن. نه نیست. ای عوض کرد دیاشو. از یه سوراخ دوبار گزیده شدن، دوبار هم دوبار از یه سوراخ گزیده شدم، هم دوبار شد. بده بگم سری. اومد اون پاره زد بدو زد. ای والله داداش اصلا آیرونا رو نگاه کن چقدر خفن. لامصب دایمندا رو نگاه کن، همه صورتی بنفش. به اصلا غرق می شدم بنفش. اینجا صورتی، اینجا صورتی، همه جا صورتی. به لامصب بزنش بکنش. میکنمت. کردمش. آه اومد. اینو دارم میگم، این داداش این به نظرم خیلی خفنه. حتما برید امتحانش کنید. بعد فایلاش چون خیلی سخت گیر میاد، برای من سخت ناموسن برای من سخت بود. تو کانالم میذارم، لینک کانال روبیکامم تو کپشن میذارم، برید وردارید راحت. 100 نریدید نت حروم کنید. خب فقط گیری مونده. بدش کجاست؟ اینجا. لدرم نداره میباست، فکرم لدر دارم. احمقم جلو خودم نگاه رسید. نگاه گاو خودم برای این چیه؟ تیر صورتی. به تیراشم صورتی نزن. تیراشم صورتی. داداش میخوای بزنی اینجا جاش نیست، برو همون. فایرواله صورتیه. الان شیاف میشه بهت. بیا شیاف کنم. من نمیزنم چوبی هم نمیصرف. داداش. خب ریسورس پک بعدی ریسورس پک میستیه.
ریسورس ها که برمودای میستی به اگه اشتباه نکنم برمودا شاره. این جزء بهترین ریسورس پک ها نیست، از خودم در یعنی جزء اونا نیست، یعنی نگم که جزء اونای دروغ گفتم اگه بگم. یک ریسورس پک دیگه بود، ریسورس پک کریستال، اونو من نتونستم پیداش کنم، یعنی پیداش کردم ها برای نسخه 1.8 نبود، برای همین نتونستم بیارم، حوصله نداشتم. اگه میخواستم توی 1.8 اگه میخواستم اونو معرفی کنم بعد خودم کلاش کنم بعد خودم میندازم. خلاصی که اونو نتونستم بیارم، به جاش اینو همونجا خیلی خودم باش حال میکنم. خدا وکیلی خیلی خودم باش حال میکنم، برای همین گفتم بیارم. شاید جز اون بهترین ها نیست، اونا دوتا رو کلا تونستم پیدا کنم بیارم تو بازی. خودم میام فرار. فعلا دفاع میکنیم، استراتژی فعلا دفاع میکنیم. اینجا اومدن بدم نداریم گو خوردم بسته. حالا بهتره که یکم در مورد ریسورس پک صحبت کنیم. شمشاش خیلی درازه، برعکس اون یکی قبلی که اندازه امیرعلی بود، این اندازه جولمون. امیرعلی آرگنتینی میشناسین، منظورم همون علی کوارسه، اگه تو ویدیوهای قبلی رو نگاه کرده باشید میشناسینش. خب داشتم گفتم وولاش هم خدایی خیلی خوبه، وولاش هم خوبه. بعد استوناش هم که تغییر نکرده، چوباش هم عالیه، محشره. شمشیاش هم باش حال میکنم، نه از اون لحاظ، از این لحاظ که دیده میشه، این تو دیده خیلی راحت عشق میکنم باش اصلا. پینگ FPS هم خیلی خوبه هایی باید. ببین فایبال زد نیافتادم از بزن بزن. بعد بدشونو زد، حالا نوبت خودش. منم برم بزنم. بدو بزن. ببخشید بدو زد، خودشونو برم بزنم، چیز دیگه ای نمیزنم. وید کرد خودشو، دمش کرد. تو هم بیا اینجا، وید شو بیا اینجا، همونجا همش مال خودم پدستک. بیا بده سخاوتمند باشید، ناموسن عشق میکنید بهش. پولداری همینه دیگه، پولداری. بردیم. ریسورس‌ها که بعدی خیلی خفنه از نظر من، خیلی عشق میکنم. بیشتر یوتیوبرها هم تا حالا تستش کردن، بیشتر یعنی ایرانی منظورم نبود، خب یعنی خیلی خفنه، زیاد دیدمش. پشماش همون کلاسیکه، منم کلاسیک خدایی دوست دارم، کلاسیک بیشتر حال میکنم. حالا شما رو نمیدونم، اگه شما هم کلاسیک حال میکنین که بیاین رو بردارین، اگه نه باید یه تغییر ریز گوشاتتون رو تنگ کنین، یه تغییر ریز تو گولاش بدین. برو بالا کجایی؟ بیا اینجا. بیا فرار میکنی، الان میام. بیا هیچ کاریت ندارم، بیا. ای خدا قربونت بشم. داداشم فدات یار مار کجایی؟ مهاجریم از
میذاره اون رفته برای خودش در بگو. این چوباش هم خیلی خفنه. آره شمشیراش هم کوچیکه، نه اونقدر عین امیرعلی، عین اونقدر کوچیک نیست. اینا خیلی خفن میده. دمت نگاه کارما مرد. اینا هم خیلی خفن هست. لامصب حال میکنم باش. مثلا یه مزه دیگه میده، نه از اون مزه. اگه فایروال داری نه نوب سگ. داداشم برو ته این دست وین نیست، اینه بهتون بگم. اگه انتظار وین دارین نه، خیلی نوبم. 26 تا با 26 تا وول داشتم میمدم سراغت، گفتم گناه داری. 26 تا زیاده برات. بذار اونا بیان کارش ما فرار کنم، بیان بزنیش. آکوا هم هست که آکوا رو زدیم، بغل ما بود. نه مگه با وارس نیست؟ بغل ما بود آکوا رو. آکوا مگه الان نباید بغل ما باشه؟ چرا نیست؟ کجایی همون؟ بیا اینجا بیا گیرین داداش.